امروز میخوایم بریم سراغ یکی از جنجالی ترین و مرموز ترین پرونده های چند سال اخیر. داستانی که با مرگ یه نفر توی زندان شروع شد، اما پرده از یه شبکه درهم تنیده از قدرت، ثروت و رازهای تکان دهنده برداشت. این داستان جفری اپستین و سوالاتیه که هنوزه بی جواب موندن. همه چیز توی این تاریخ 10 اوت 2019 به نقطه اوج خودش رسید. این روز قرار بود پایانی بر یک ماجرای بزرگ باشه، اما در عوض تبدیل شد به سرآغاز سوالای خیلی خیلی بزرگتر. و نکته عجیبش اینجاست که این اتفاق کجا افتاد؟ توی یکی از امنیتی ترین زندانهای فدرال آمریکا. یعنی دقیقاً جایی که شما انتظار دارید هیچی، مطلقاً هیچی، اشتباه پیش نره. همین موضوع اولین جرقه شک و تردید رو تو ذهن همه روشن کرد. خب، روایت رسمی خیلی سریع اومد بیرون، خودکشی. ولی میدونید برای میلیون‌ها نفر تو سراسر دنیا این کلمه جواب نبود. تازه شروع کلی سوال جدید بود. سوالی که درهای یه دنیای خیلی تاریک‌تر رو باز می‌کرد. برای اینکه این داستان پیچیده رو بفهمیم، باید از آخر شروع کنیم. از مرگی که به جای اینکه پرونده رو ببنده، اون رو برای همیشه باز گذاشت. اصلا این مرد کی بود که مرگش تونست همچین طوفانی از شک و تردید تو کل دنیا بپا کنه؟ چطور یه نفر میتونه هم انقدر قدرتمند باشه و هم انقدر مرموز؟ ببینید، اپستین یه میلیاردر معمولی نبود. قدرت اصلیش از پولش نمی اومد، بلکه از شبکه‌ای بود که خیلی بی سر و صدا تو سایه‌ها برای خودش ساخته بود. و این شبکه واقعاً حد و مرز نداشت. همونطور که می‌بینید از رؤسای جمهور مثل بیل کلینتون و دونالد ترامپ گرفته تا غول‌های تجاری، حتی اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا مثل شاهزاده اندرو و دانشمندای برجسته، انگار استاد این بود که خودش رو به مرکز قدرت وصل کنه. و قلب این شبکه کجا بود؟ یه جزیره خصوصی به اسم لیتل سنت جیمز. از بیرون یه بهشت استوایی، ولی در واقعیت این جزیره تبدیل شد به تاریک‌ترین نماد این پرونده و مرکز اتهامات وحشتناک. اما جالبه بدونید که ماجرای سال 2019 اولین باری نبود که اپستین با قانون روبرو میشد. اگه میخوایم عمق نفوذش رو درک کنیم، باید برگردیم به سال 2008. به اولین باری که تونست خیلی راحت از چنگال عدالت فرار کنه. تو سال 2008 با اینکه اتهامات خیلی سنگینی علیهش تو فلوریدا مطرح بود، نتیجه واقعاً باور نکردنی بود. یه معامله محرمانه که فوق‌العاده به نفعش تموم شد. حکمش چی بود؟ فقط 13 ماه زندان که اونم اجازه داشت هر روز از زندان بره بیرون و برگرده. این دیگه فرار از عدالت نبود، یه جورایی مسخره کردنش بود. سالها بعد وقتی از دادستان اون پرونده الکس آکوستا پرسیدن چرا همچین معامله عجیبی کردی، یه جواب مرموز داد. بهش گفته بودن که این پرونده بزرگتر از اونیه که به نظر میرسه. خب این جمله آتیش تئوریای توطئه رو شعله‌ورتر کرد. یعنی کی پشت پرده داشت از اپستین محافظت میکرد؟ و بعد سالها گذشت تا اینکه تو جولای 2019 اون طوفان دوباره برگشت. اپستین این بار توسط مقامات فدرال و با اتهاماتی خیلی سنگین‌تر دستگیر شد. این دفعه ولی همه چیز فرق داشت. دیگه خبری از معامله‌های پشت پرده نبود. تمام دنیا داشت ماجرا رو دنبال می‌کرد و همه فکر می‌کردن بالاخره این بار دیگه عدالت اجرا میشه. ولی دقیقاً همون موقع که همه منتظر محاکمه بودن، خبر مرگش اومد. حالا ببینید این پازل چقدر عجیبه. یه طرف گزارش رسمی رو داریم که میگه خودکشی. طرف دیگه کلی سوال بی جواب. دوربینای مداربسته کار نمی‌کردن، نگهبان‌ها خواب بودن و همسلولیش هم درست شب قبل از سلول منتقل شده بود. اینا همش تصادفی بود یا یه سرپوش گذاشتن بزرگ؟ با مرگ اپستین داستان تموم نشد. فقط تمرکز از روی یه نفر برداشته شد و افتاد روی کل شبکش. یکی از اسمای کلیدی تو این شبکه گیسلین مکسول بود. نفر دوم ماجرا با کسی که پل ارتباطی اپستین با دنیای قدرتمندا بود. درسته که اون الان محکوم شده و داره 20 سال حبسش رو میگذرانه، ولی سوال اصلی هنوز پابرجاست. دیگه چه کسایی تو این شبکه بودن که اسمشون هنوز فاش نشده؟
این پرونده یه جور فرمول نگران کننده رو برای همه آشکار کرد. ثروت افسانه‌ای رو بذارید کنار ارتباطات خیلی قدرتمند و نفوذ توی سیستم. آیا نتیجه این ستا میشه مصونیت از قانون؟ این همون سوالیه که باعث شده اعتماد مردم به سیستم قضایی به شدت خدشه‌دار بشه. پس در نهایت این فقط داستان یه آدم خلافکار نیست. این داستان سیستمیه که انگار سالهای سال ازش محافظت کرده. داستانی درباره اینکه چطور قدرت و ثروت میتونن مسیر عدالت رو به کل عوض کنن. با همه افشاگری‌ها و محاکمه‌هایی که انجام شده، هنوز یه سوال بزرگ وجود داره. آیا مرگ اپستین واقعاً پایان این داستان بود یا فقط پایان فصل اول یک کتاب خیلی تاریک‌تر؟ شاید این سوالیه که هیچ وقت جواب قطعی براش پیدا نکنیم.